دوست عزیز سلام. در این چپتر در خدمتتون هستیم با قسمت اکسپنس و میخوایم ببینیم که اکسپنس هامون رو ما چطور میتونیم یا هزینه هامون رو چطور میتونیم توی سیستم ثبت بکنیم. برای اینکه در واقع ما بخوایم کلا هزینه هامون رو توی سیستم ثبت بکنیم میایم توی قسمت اکسپنس و اینجا اکسپنس رو میزنیم که اینجا کل در واقع ترانزکشن هایی که ما قبلا ثبت کردیم رو به ما نشون میده. اینجا میایم توی قسمت نیو ترانزکشن و مجدد اکسپنس رو میزنیم. خب اینجا الان ما در واقع باید هزینه هایی رو که پرداخت کردیم رو ثبت بکنیم. مثلا شما فرض بکنید که یک هزینه رو پرداخت کردید به نام هزینه بنزین. اینجا در واقع باید تاریخش رو مشخص بکنیم. اینجا مشخص میکنیم که این هزینه ما از چه حسابی میخواد پرداخت بشه، مثلا حساب چکینگ بی ام او و تاریخش هم که 3 ژانویه هستش. اینجا پیمنت متدش میتونه به صورت کش باشه، چک باشه، دایرکت دبیت باشه یا هر کدوم از این مواردی که در واقع اینجا وجود داره. حالا ما دایرکت دبیت رو انتخاب میکنیم و توی این قسمت باید نوع اون هزینه ای رو که در واقع میخوایم اتفاق افتاده رو ثبتش بکنیم. حالا هزینه ای که در واقع ما میخوایم ثبت بکنیم، مثلا فرض بکنید که هزینه بیمه هستش، هزینه اینشورنسی هست که در واقع شرکت پرداخت کرده برای هر موردی. اینجا ما میایم توی قسمت کاتگوری و اینجا توی این قسمت میتونیم سرچ بکنیم و اینجا خودش هم یه مقدار که بیاید پایینتر هزینه اینشورنس داره. اگر هر هزینه ای رو نداشته باشه اینجا شما میتونید اد نیو رو بزنید و در واقع اون هزینه جدید رو ایجاد بکنید. اینجا توی این قسمت اینشورنس رو ما انتخاب میکنیم. دیسکریپشنش اگر لازم باشه توضیحاتش رو مینویسیم و توی قسمت اماونت هم مثلا میزنیم $1000 هزینه بیمه پرداخت کردیم. حالا توی این قسمت سیلز تکسش رو باید مشخص کنیم که در واقع شامل GST بوده، PST بوده یا HST بوده. هر کدوم از مواردی که در واقع توی اون رسید یا بیلی که شما دارید توی اون نوشته شده باید بر اساس همون در واقع بیایید این یکی از این ریت ها رو انتخاب بکنید که معمولا خدمات 5% هست. اینجا ما 5% GST رو انتخاب میکنیم و اینجا سیو اند کلوز رو میده. خب ببینید این هزینه ما الان اینجا ثبت شد، تایپش توی اکسپنس ها ثبت شده و در واقع ما میتونیم این هزینه رو الان به این صورت ثبت بکنیم توی سیستم. حالا بخوایم ببینیم که چه تأثیر روی گزارشات ما گذاشت، میایم توی قسمت ریپورت، اینجا ریپورت رو میزنیم و توی قسمت پرافیت اند لاس ببینید اینجا توی این قسمت اکسپنس ها اگر نگاه بکنید $1000 هزینه اینشورنس برای ما ثبت شده که همینجا روش کلیک بکنید میتونید دیتیلش رو هم ببینید و یا حتی اگر خواستید سندش رو باز بکنید و اصلاحاتش رو هم انجام بدید اگر نیاز بود. خب حالا حساب چکینگمون رو نگاه بکنیم، میایم توی قسمت سیتینگ توی چارت آف اکانت حساب چکینگ بی ام مون رو نگاه بکنیم. ببینید اینجا $1050 بابت هزینه اینشورنس ما کم شده، یعنی اون $1000 که ما پرداخت کردیم 5% هم بهش GST اضافه شد $1050. $50 اینجا به ما در واقع از حساب ما کسر شد. و توی این قسمت سیلز تکس هم بیایم توی قسمت تکسز، اینجا در واقع میتونیم اون مبالغی رو که ما پرداخت کردیم بابت GST رو ببینیم که اینجا توی قسمت ریپورت چک بکنیم. اینجا روش کلیک بکنیم ببینید این سندی که ما توی اکسپنس ثبت کردیم این 5%ش رو اومده اینجا $50 به صورت منفی نشون میده. به این دلیل به صورت منفی نشون میده که چون از اون مبالغی که ما پرداخت کردیم، از اون مبالغی که دریافت کردیم زمان فروش، از اون مبالغ میاد کسر میکنه. خب این هم از این بخش. حالا یه نکته‌ای که در واقع معمولا توی ثبت هزینه ها پیش میاد، فرض بکنید که الان ما میخوایم یک هزینه بنزینی رو ثبت بکنیم. میایم توی قسمت اکسپنس و توی حساب چکینگمون میخوایم پرداخت بکنیم و اینجا توی کاتگوریمون هم در واقع فرض بکنید میخوایم هزینه بنزین رو ثبت بکنیم. هزینه بنزین رو میتونید توی هر سرفصلی در واقع ثبت بکنید، فیول کاست یا تراول، بستگی به اون در واقع نوع هزینه که اتفاق افتاده. حالا ما اینجا هزینه تراول رو انتخاب میکنیم
و مبلغش رو میزنیم $100. مثلا $100 هزینه بنزین پرداخت کردیم. خب ببینید نکته مهمی که اینجا وجود داره، توی هزینه بنزین معمولا ما 5% GST پرداخت میکنیم. اما موقعی که شما بنزین دارید میزنید، در واقع اون 5% اضافه نمیشه به بیلتون. اون 5% تو دل همون مبلغی هست که شما پرداخت کردید. مثلا شما رفتید $100 دادید بنزین زدید، دیگه $5 اضافه نمیشه به مبلغ بیلتون، صورت حسابی که از سیستم میگیرید. اون 5% جی اس تی تو دل همون $100 هست، یعنی یه مبلغ خالصی بوده، 5% جی اس تی هم بهش اضافه شده $100. حالا اگر ما بیایم اینجا توی اماونت بزنیم $100، اینجا انگار ما $105 پرداخت کردیم، در صورتی که کل مبلغی که ما پرداخت کردیم شده بوده $100. پس اینجا ما یه گزینه داریم به نام amounts are inclusive of tax or exclusive of tax or inclusive of tax. وقتی اینجا ما inclusive of tax رو بزنیم، حالا این اماونتش اینجا تغییر میکنه، این رو دوباره میزنیم 100. ببینید وقتی این اتفاق میفته دیگه سیستم میاد اون مبلغ خالص رو خودش حساب میکنه و جی اس تی رو بر اساس اون مبلغ خالص حساب میکنه. یعنی مبلغ خالص به هزینه بنزین ما بوده $95 و 24 سنت، 5% هم بهش جی اس تی اضافه شده که شده 4.76 و در نهایت شده $100. پس مخصوصا تو هزینه های بنزین یا هزینه هایی که در واقع اون سیلز تکس توی دلش نهفته هست، یعنی اینکلوسیو هست، شما باید این در واقع از این روش استفاده بکنید و مبالغش رو محاسبه بکنید. خب اینجا ما سیو اند کلوز رو میزنیم و در واقع این ثبت میشه. حالا الان بیایم در واقع ریپورتمون رو مجدد چک بکنیم. توی پرافیت اند لاس اینجا ببینید هزینه تراول ما شده 95.24، یعنی اون $100 دیگه کلش هزینه ما نبوده، اون مبلغ جی اس تی رو جداگونه برده توی سیلز تکس ما، که اینجا روش کلیک بکنیم میتونیم دیتیلش رو هم ببینیم. حالا شما توی این قسمت که سند رو که باز میکنید، یه گزینه‌ای داره به نام مور. اینجا وقتی این رو بزنید میتونید اینجا ترانزکشن جورنال رو ببینید، یعنی در واقع اون سند حسابداری که برای شما ایجاد میکنه رو میتونید ببینید. توی همین ترانزکشن جورنال اینجا بزنید، اون در واقع سند حسابداری که در واقع ثبت کرده رو به ما اینجا نشون میده. ببینید اینجا حساب چکینگ بی ام او ما $100 کردیت یا بستانکار شده، یعنی از موجودی بانک ما کسر شده. هزینه تراول ما در واقع $95.24 افزایش پیدا کرده و اینجا جی اس تی یا اچ اس تی پیبلمون بدهکار شده یا دبیت شده. در واقع چون جی اس تی اچ اس تی پیبل ماهیتش کردیت یا بستانکار هست، اینجا در واقع اومده اینو دبیت کرده، یعنی از اون مبالغ قبلی ما اگر مانده بستانکار داشته باشه این عدد میاد کسر میکنه. خب ما توی کویک بوکس در واقع میتونیم هزینه هامون رو به 3 شکل ثبت بکنیم. یکیش همین حالتی بود که توضیح دادم براتون. یکیش حالت این هست که شما میتونید کویک بوکس رو به در واقع بانکتون وصل بکنید، ترانزکشن ها رو از خود بانک دریافت بکنید و مستقیم اونجا هزینه ها رو ثبت بکنید. حالت سومش اینه که شما میتونید از طریق جنرال جورنال در واقع بیاید اینها رو ثبت بکنید. جنرال جورنال در واقع حالتی هست که شما میتونید این سند رو به صورت دستی ثبت بکنید که حالا یک نمونه با هم انجام میدیم. خب توی این قسمت باید اون اکانتی که در واقع میخواید ثبت بکنید رو انتخاب بکنید. مثلا ما میخوایم هزینه جاب متریال رو در واقع ثبت بکنیم. اینجا میتونیم سرچش بکنیم جاب متریال. ببینید این حالت اکسپنس هست. خب چقدر ما هزینه کردیم؟ مثلا فرض کنید $1000 هزینه پرداخت کردیم. خب اینجا سیلز تکسش چی میشه؟ بر اساس اون رسیدش که در واقع چک میکنیم، مثلا فرض بکنید که ما جی اس تی و پی اس تی پرداخت کردیم. ببینید نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که ما یه دونه جی اس تی و پی اس تی داریم
زده جلوش سیلز، یه دونه جی اس تی و پی اس سی داریم، جلوش زده پرچس. شما وقتی دارید یک هزینه ای رو ثبت میکنید یا یک خریدی رو ثبت میکنید، باید حتما این پرچس رو انتخاب بکنید. چون اگه اشتباهی سیلز رو انتخاب بکنید، علاوه بر اینکه اون 5% از اون مبالغی که باید به CRA پرداخت بکنید کسر نمیکنه، 5% هم تازه بر اساس اون مبلغی که تو این قسمت وارد کردید اضافه میکنه. پس زمانی که دارید هزینه ای ثبت میکنید یا خریدی رو از این قسمت ثبت میکنید، باید حتما حواستون باشه که تو این قسمت پرچس رو انتخاب بکنید. پس ما اینجا پرچس رو انتخاب میکنیم، اینجا خودش 5% و 7% رو اضافه کرد. حالا مبلغی که میخوایم پرداخت بکنیم از کجا پرداخت شده؟ مثلا فرض بکنیم که از چکینگ BMO پرداخت شده و این مبلغ خودش شد $1120. حالا شاید الان بگید که این تراز نباشه، ولی این $50 و $70 رو خودش اینجا اضافه میکنه و در نهایت این دوتا با هم در واقع بالانس میشن. خب حالا اینجا الان ما سیو اند کلوز رو میزنیم. خب حالا دوباره بریم توی قسمت ریپورتمون، پروفیت اند لاس رو چک بکنیم. ببینید جاب متریال ما رو زد $1070، در صورتی که ما توی اون قسمت زده بودیم $1000. اون $70 بابت PSD هست که گفتیم هر موقع شما PSD در هر جایی اضافه کنید اضافه میشه به بهای تمام شدتون. اینجا چون هزینه بوده، در واقع اون $70 اضافه شد به بهای تمام شدهمون، که حالا اینجا میتونیم در واقع مجدد ببینیم که به چه صورت بوده. $1000 بابت خرید در واقع جنس بوده و متریال بوده و $70 هم بابت PSD اضافه شده. کل بهای تمام شده اون اینجا شده، هزینه‌مون شده $1070. خب دوستان، این هم در واقع از موضوع هزینه که چطور ما میتونیم هزینه هامون رو به چه صورت ثبت بکنیم. در این قسمت ما هزینه هایی رو که فقط به صورت نقدی پرداخت شده رو میتونیم از این قسمت ثبت بکنیم. اگر در واقع هزینه ای رو ما در واقع تحقق پیدا کرده که باید ثبتش بکنیم تو سیستم و قراره بعداً پرداخت بشه و هنوز پرداخت نشده رو، همونطور که تو قسمت قبل توضیح دادیم، باید اینجا تو قسمت بیل ثبتش بکنیم که در واقع به اسم اون طرف حساب ما یا سپلایر ما ثبت بشه. امیدوارم که این اطلاعات این چپتر مفید بوده باشه براتون. در خدمتتون هستیم با چپترهای بعدی.